تاجیکستان بحر من از ده من سر می شود، از حریم دلبری گل پیراهن سر می شود، از سرود الله مانند زرافشان عزیز از کتاب تورل شیرین سخن سر می شود. امروز اهل دهی زیرآباد ناحیه عینی و حشره عمومی برآمده روی جویباه ده را تازه کرده ایستاده‌اند. مردم ده از سخنان الهام بخش پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دکتر حبیب رحمان الهام تازه گرفته به حشر برآمدند. تمام ده امروز در حشر اشتراک کرده روی جویباه را تازه کردند. مینتداری خودم را به تمام اهل ده میرسانم. السلام علیکم مردم با افتخار سربلند دیار زیرآباد. روز باعث افتخار است که همه جماعت دستگیری های بین همدیگری شده. من روی کلان دیار به مسافه 8 کیلومتر روی کنی کردم. همین باعث افتخار، باعث سربلندی مردم دیار زیرآباد، باعث دست جمعانه و باعث استقلالیت است. استقلالیت است، صلح است، امانی هست. نه خدا کند این همه دستگیری های جناب عالی که دولتی ما صلح هست و صلاح هست و همین دیار آباد است. همین باعث چی؟ باعث استقلالیت، باعث سربلندی، باعث دیار ما. وطن تنج است، وطن افتخار ما شماست. دیار ما خود ما آباد نکنیم کی آباد میکند؟ من ببینید همه دیار ما قریب 2-3 کیلومتر اسفالت پوش شده. کی کرد؟ با دستگیری مهاجران ملتی فرزندانی با افتخار دیار شدن که دستگیری کردن، ما آبادی دیار به حرکت کردن. نه 2-3 کیلومتر اسفالت پوش شده است. من همه ارچه‌زار کنی کردیم، چراغان کنی کردیم. همین آبادی دیاره که با تشبس و دستگیری های شما شد. من با سروری عبدالخواج میرف ملاشین حسن و ما کمینه همین ما سروری کردیم و شما دستگیری کردید و شما ما هیچ. همین دستگیری ها قوت شما یاری مهاجران مهنتی خدا دولت اجازه کند هستند و من همین آبادی ها شده است. همین فرزندان دیار همه سربلند باشند، به نیت های نیکشان رسند. همین فرزندانی که در مهاجر مهنتی هستند خدا دولت اجازه کند دیار دستگیری کردن، آبادی هاشو دستگیری کردن. من بچه‌های در دیار بودیم من ببینید همین روز نباشد 200-300 کرد در سرگه جو 8 کیلومتر رو خنده اومدیم. همین دستگیری که دستگیری شما هستید و دیار آباد است. خدا دولت اجازه کند نیت‌های نیک تو برسد، دولت ما تیم باشد، صلح و آسایشی باشد. راهبرای دولت خدا عمرش دراز کند، همه تا به نیت‌های نیک تو رسید. فرزندان دیار ما در آینده حرکت کردم و در کرکی 35 سالگی استقلالی تاجیکستان با روی سرخ با آبادکاری ها پیشواز گیریم. در بری جناب عالی استاد تاجیکستان در از آن جمله دیار خود ما آباد کنیم. ما پلانی کاری داریم. خدا اگر خواهد 35 سالگی تاجیکستان با روی سرخ با سری بلند پیشواز میگیرم، دیار ما آباد میکنیم. حرکتی ما برای درست و با خرسندی و با آبادی ها پیشواز گرفتنی 35 سالگی استقلالی تاجیکستان آباد باشد. تاجیکستان به پیش، از آن جمله دیار زیرآباد با فرزندان سربلند و شهر مردان دیارش به پیش.
دیگران عزیز منا خیلی که میبینید نه یکی توی زروبوت روشو جوی زروبوت زیاده از 8 کیلومتر جوی مکانگی برای اوی نوشوکی اوی پولزی منا زیاده از 100 کس زیاد نه جوانانی زروبوت و اور مناموسای زروبوت هم میش برومده منا همه روز خود یه حشر جوی زروبوت 8 کیلومتری کنده اومده همه همینا تشکر میگم انومی زروبوتی ها انومی دیار همه جا ایلیم برکه آن خوزگی هاشو تینجی امونیتیت کسب کارشو با خدا برکتیت هزار بار میندار مو اما مهاجرت به دیگه با یاردمی همونا ایلیم تا خود سلامت باشیم در امونی خدا باشیم پیشی کارشو شد تا خود سلامت به دیارشو بگشته بیاریم رحمت همه جا میندار انومی خلق زروبوت